دکتر چی شد؟ داداجان من امروز بهار اول گرفتم. ملده دیدی زنب؟ بچه کیه اخی؟ شما ماده تلفن میخره جلو ماماش تلفن دارم. چی؟ نبره باباش تلفن تا حالا مایده کلان شب انا بد میخرد آخی پدر بچم ترا درسات تو بگاه از من فکرش میکنی پسرم ولی کودک است ضرر دارد واسه کودکای ای майдан телефон دارن амак جان. پدر من همه مهنتم برای همینا است نمیخوام که فرزند من از دیگران کم باشد هم باز من یک گفتن یا تو پسرت رو تربیه میکنی یا تلفن پسرت رو دادا من تلفن خرید بازه زور دارم. بچه زور بیا باز کنه. نام موضوع چهره‌های ماندگار در کشور ما خوب فهمو بچه ها درس خیلی روزی تلفظ شد برای این بچه ها بعد درس رو دوام میدیم خب؟ محمد جان محمد جان بچه جان چیکار کرده استودایی؟ از اول درس تا آخر درس در دست چیه؟ الو سلام علیکم مادر محمد جان من راهبر صنفش هستم نه بخیر است اپا جان اپا جان امی وقتای آخر محمد جان کیمچ خیلی بی اهمیت شدگی درسوش خوب گوش نمیکند یک طلبه فعال بود همه تعریفش میکرد وزیر تماما بی‌پروا شده از درسوش ده یگان مشکلی است در خونتون سلامت باشین حتما نظارت کنید خوب کلین لبای همون چویا بیار حاضی بایلش خب السلام علیکم و علیکم برسلام پسرم بایلش یک لحظه اما مسئله رو هم دیدن در کار بچه ها را رفت زنه بایلش باید نصیب باشد میبینی بس این خودت چی گفت؟ یک دقیقه در دست خودت تلفن در دست کودک تلفن در دست زنت باشد بسیار ساعت تلفن 10 بار گفتم کلین چویا بیار چوی نامد فرزنده با تکنیکا و تلفن نه با مهر تربیه میکنم با علم و آداب تربیه میکنم فهمیدی پسرم؟ بچه جان سازی خوبه تو در این وقت شب تا چیکار میکنی؟ خطی کی اومده؟ پدر مادرت هستن؟ خیر رفتیم خطی من تا اگه اومدی در این وقت شب؟ سلام علیکم سلام علیکم
امیدوارم خوب هستی. رحمت. مدال دانش دعوت کرده؟ نه راستی؟ من حفیظов بهروز، سردار شعبه آگاهانی و پیشگیری حقوق بیانکنی در بین نابالغان و جوانان. شما یک سوال دارم. فرزندتون در کجاست؟ خیلی فرزندم در کجاست؟ در خونه است؟ این حال در خونه است؟ بله. حساری فنازی من دعوت کنید. اجازت رفیق سردار. مرحبا. محمد؟ والدین محترم، فرزند شما چنان توجهش در بازی‌های تلفنی آنقدر رفته ایستاده بود که خودش نمیدونست که در نصف شب در کجا قرار دارد. و این چیز الکی دیده ایستادم که سخت بر روحیه کودک تاثیر منفی رسانده ایستاده است. شنید برادر عزیز، در تربیت فرزند دوراندیش باشید. هم قدم زمانه شده امروز تلفن بازی بعداً بازی های کامپیوتری میتواند بر رفتار و کردار فرزند شما یک تأثیر بین‌نهایت منفی رساند. امروزه در جامعه را میبینیم که نورسان سرچشمه همین جنایتکاری که چی کارچزنی باشد چی اوباشی باشد، سرچشمه اساسیشان همین بازی های تلفنی و کامپیوتری است. بار اول است با این مسئله با شما رو برو شده ایستاده ایم. میتوانید روید. بار دیگر باشد حتما جزاش رو میگیرید. محمد جان؟ دختر؟ چی شد؟ آروم شوید. شینه. و فرزندتون تلفن را بسیار میدهید. بله، چی شده است؟ عصب‌هایش خراب شدند و چشمانش ضرر جدی دیده است. اگر همین خیر رفتن گیرد، شاید که بینایش را از دست دهد. یا تو پسرت رو تربیت میکنی یا تلفن پسرت. در تربیت فرزند دوراندیش باشید. هم قدم زمانه شده امروز تلفن بازی بعداً بازی های کامپیوتری میتواند بر رفتار و کردار فرزند شما یک تأثیر بین‌نهایت منفی رساند.